بتونریزی جاده جلاله تاریخ 25 مهر ماه 1404. جاده جلاله به متراژ حدود 10 کیلومتر حداقل، جاده پرشیب و بسیار خطرناک می باشد که یکی از زاهای آن 200 متر هست که با همت مردم و مقداری پول جمع‌آوری شده توسط خود مردم این جاده داره درست میشه انشالله. تمامی مسئولین هم از این جاده تا الان عبور کردند و متاسفانه بی تفاوت بودند. تنها راه ارتباطی منطقه جلاله، دهستان جلاله به سمت یاسود، شهر پاتابه و یاسود نیز می باشد.